اوستای من یک چکی به من داد 10,000 تومان. گفت اینا میری بانک تجارت گلبنده کار میکردیم، میری بانک توپخونه تجارت رو نقد میکنی، میبری بانک صادرات توپ و زرجماری اینا پرداخت میکنی، این سفته رو میگیری میای. ما دوون رفتیم تو بانک، چک دادیم و بانکم یه 20,000 تومان به من پول داد. حالا اصلا من مطلعم نبودم که این چک من 10,000 تومان بوده. دوون رفتم توی بانک صادرات که سفته رو پرداخت کنم. کارمند بانک به من 10,000 تومان پس داد. چرا من پس میدید؟ گفت سفتی تو 10,000 تومانه. من در یک لحظه با اینی که در اون زمان میشد با اون 10,000 تومان عزیزانم یک خانه میدون خراسان بخرید، یه خونه 2 اتاقه در سال 1348. 1 فکر نکردم که این پولو من بردارم. اصلا نگران چی بودم؟ فقط نگران کارمند بانک بودم که الان سکته نزنه این بدبخت، چون ما 100 تا 1 تومن حقوق کارمند بانک. چند ماه باید زحمت میکشید تا این پولو بده. دوون اومدم پشت بانک تجارت، دیدم تو بانک دعوا شده. آجانم در وا نمیکرد. گفتم بابا کیل معما دست منه، تا بسی 10,000 تومن دید، فوری در باز کرد و پولو گذاشتم روی پیشخونه بانک و گفتم آقا این پول تو من اضافه دادی. رئیس بانک مرا خواست، بچه کجایی؟ گفتم بچه گلپایی کنیم. خلاصه بعد یک هفته یک تقدیرنامه آمد از بانک مرکزی برای استاد من که آفرین بر شما که همچین شاگردی تربیت کرد. این خبر سر تا سر بازار اون زمان ما پیچید. آقا این شد اعتبار من حسن مرجانی تو بازار این مملکت که هنوز من دارم از اون سرچشمه استفاده میکنم و به جوونا میخوام امشب با اون سهیم بشم که صداقت بزرگترین راه پیروزی است و پشت کار.